پیدا کردن کتاب‌های مناسب در زمینه موفقیت و توسعه فردی کار سختیه، چرا که حجم کتاب‌های زیادی که در این زمینه منتشر شدن خیلی بالاست. جیمز کلیر از محدود نویسنده‌هاییه که کتاب‌های خیلی خوبی نوشته. حتما کتاب خیلی معروفش عادت‌های اتمی رو میشناسید. اما در اینجا میخوام بهتون کتاب قدرت شور ناقص رو معرفی کنم. این کتاب توسط 3 تا ناشر در ایران منتشر شده و بهترین ترجمه‌ش هم برای نشر میلکانه. این کتاب مجموعه‌ای از مطالبی که جیمز کلیر در رابطه با افزایش بهره‌وری، بهتر انجام دادن کارها و مدیریت زمان در وبسایتش یا جاهای مختلف منتشر کرده و خود نویسنده کتاب به این اسم نداره. اما به هر ترتیب جستارهای جمع‌آوری شده برای کسایی که با کمال‌گرایی و اهمال‌کاری و به عقب انداختن کارها مشکل دارن خیلی میتونه کمک کننده باشه. کتاب فقط مطالب تئوری نیست و برای هر موضوعی یک یا چند مثال و داستان‌هایی از زندگی افراد واقعی داره که خوندنش رو خیلی لذت بخش‌تر میکنه. مطالب کتاب در عین سادگی بسیار کاربردی‌اند. من خودم با به عقب انداختن کارها و اهمال‌کاری مشکل داشتم و خوندن این کتاب و رعایت کردن چند تا تکنیک ساده باعث شد کارهایی که خیلی به عقب مینداختمشون و شروعشون نمی‌کردم رو انجام بدم و خیلی آدم منظم‌تری شدم. همین سادگی و کاربردی بودن این کتاب رو به 90 نوبت چاپ رسوند.